انعکاس مسائل نزد مرزی در رسانه‌ها تحت عنوان یک تحقیقات فراگیر در منطقه‌های مخصوص بحثی میان تاجیکستان و قرقیزستان از طرف سازمان نانسمید، انجمن رسانه‌های آزاد تاجیکستان و بنیاد جمعیتی رشد رسانه‌ها در قرقیزستان، یعنی از دو جانب انجام داده شد و تقریبا چند روز قبل در یکی از منطقه‌های مرزی یعنی بادکند این خلاصه و نتیجه این تحقیقات معرفی شد. مقصد اصلی این لایحه به هم آوردن روزنامه‌نگاران تاجیکستان و قرقیزستان است که در حالت پیدا شدن کدام یک اطلاع درباره مناقشه یا درباره حادثه در مرز از هر دو جانب نظرها پیشنهاد کرده شوند. روزنامه‌نگاران توانند که با همکسبای خودشان در قرقیزستان در تماس باشند یا که از قرقیزستان با همکسبای تاجیکستان در تماس باشند تا که همین مشکلات را واقعی و همه جانبه انعکاس کنند. ما خواستیم که صفتا تحقیقات ما اطلاع بیشتر و با صفت‌تر داشته باشد و به همین خاطر در این تحقیقات از دو جانب یعنی از قرقیزستان و تاجیکستان 30 نفری مصاحبان به واسطه با همکاران ما چشم به چشم صحبت داشتند و یعنی سوال‌های ما بیشتر به مصاحبان درباره چگونه دسترس کردن اطلاعات، با کدام سرچشمه‌ها اعتماد داشتن و همچنین کدام مسائل دیگر را باید در رسانه‌ها انعکاس کنیم در همین موضوع بود. هم رادیو و هم سایت اینترنتی رادیو آزادی همچون یک سرچشمه معتمد اطلاع برای شهروندانی که در مناطق نزد مرزی زندگی میکنند هم از جانب قرقیزستان و هم از جانب تاجیکستان ذکر یافته است. یعنی مردم از این سرچشمه ها یعنی با این سایت ها با این رسانه ها آشنا هستند و از اطلاعی که آنها پیشنهاد میکنند در زندگی همروزی خودشان استفاده میکنند. یعنی 70% مردم به اطلاعی که از جانب رسانه ها پیشنهاد کرده میشود اعتماد دارند. یعنی آنها باور دارند که همین اطلاع درست است و از همون اطلاع استفاده میکنند.